رفیقای میگه چرا زن نمیکنی باشی کلش بیانم بیانم رفیقای میگه چرا زن نمیکنی چرا فکر فامیل و فکر فرزند نمیکنی انیار خوب وقت جوانیت است بهترین ایام زندگیت است میگه برو یک دختر مسلمان پیدا کو و نام نیک محفل عروسیت بپا کن مگر ندارم خبر از دل زارم از جیب خالی و از روزگارم نمیشم صاحب پیسه تا که اصلا دکم پا کارسی ها ماشش کم است پوره نمیشه خرچا یک دختر یک روز در شهر دیدم در سودا خریدن در بازار دیدم زمسته کردم طرفم خنده کرد بگاه نوزکات طرف بنده کرد یک دل سفل کرده گفتم چطوری قندولک گفت من خوب هستم تو چطوری کجولک گفتم چی داری گفت هنوز شوی نکردیم گل عاشقی را هنوز بوی نکردیم معلوم میشه که تو هم زن نکردی مثل که هنوز خدا به غم نکردی گفتمش که والا هنوز به زن هستم یک غم مجردیست دیگه به غم هستم خلاصه چی در دستر بتم متبیده جان دختر کب دادم دیگه گپایش یک سوبان هر روز تلیفون هر روز چکر در بازار گپ و جپ و کشفت کردش کردم بسیار خاصی میخواین بکنین یا نه؟ پسر کوتاه کنم رفتم خانش خواستگار سوال اوله که مادرش ازم پرسان کرد که تو یک سواله که بیخی اوضاع من خراب کرد مرا گفت که قبول شدی؟ گفتم نه. مرا گفت که موتر داری؟ گفتم نه. مرا گفت که چند در جیبت است؟ مرا گفت که خانه داری؟ گفتم نه. گفت چرا مادرت درخواستگاری ناوردی؟ رسم رواج افغانی را بجا ناوردی؟ گفتم که فامیلم در افغانستان است تیم دیگه مهاجر در پاکستان است. گفت چرا از همونجا برات زن نکردی؟ تو که دختر ما خودش علا کردی؟ گفتم من خو هنوز قبول نشدیم خاله جان من چطور میدانم زن بیارم از پاکستان؟ گفت وی خی هنوز تو پاسپورت نداری؟ خی معلوم شد که دخترمون دوست نداری دخترم میگیری که اسناد بگیری تو خی گپای من خوب در یاد بگیری دختر من طلبگارای زیاد داره طلبگارای خانه و اسناد داره خبر داری عروسی چند مصرف داره دختر ما ارمان و عوض داره در اوتل لکس عروسی شکو بعد از عروسی مزدوری شکو اگر به تو مردم چی خواد گفت قرم خیشم چی گپای بد خواد گفت گفت برو بچه دیگه پشت ای گپا نگرد جیب خالی گفت پیسه دارا نگرد گدرش تا نگفت که چیست نامکت گفت قدت بخشست خوبش نیست اندامکت خورایشم کلش گفت یک پرزه گفت که قبول نشده هیچ نمیارزه هیچ نمیارزه ما غیر از عروسی نمیدیم درخواستگاری خانه را پر از زن کو بعد از او فکر زن کو ما غیر از عروسی این مردم شخصیت تا کار نداره اخلاق و انسانیت تا کار نداره اگر موتر بنسو جیب پر نداشتی در کسیت نیست شرافت کار نداره اول میگه کسب و کارت چیست سر وز روزگارت چیست قبول شدی یا در کم پستی پاسپورت و اعتبارت چیست کمش کو دردای دل بسیار است بچه های کم کلش پارزار است جیب ما خالیست پاسپورت هم نداریم آدم دلسوز کسی کویم نداریم تصمیم داریم که بکنیم عروسی جرأت نداریم که بریم خواستگاری تصمیم داریم که بکنیم عروسی جرأت نداریم که بریم خواستگاری تصمیم داریم که بکنیم عروسی جرأت نداریم که بریم خواستگاری تصمیم داریم که بکنیم عروسی جرأت نداریم که بریم خواستگاری